أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از نام حضار محترم، از نام بزرگان، داملوها، خاریها، حاجیها، کش پیوندو، یار دوستا، برادر عزیزمان ایشان کاری بهرالدین جان و خاطر احیای سنت حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم و خاطر توی ازدواج فرزند دلبرشان محمد شریف تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را داریم که پروردگار فرزند چه بخت اقبال داشته و امروز تازه عروسش از جمعی خشیهای زیدگی برخوردار بگردیم، جمعی بلا و گزنده را اکثرشان دور بسازند. خداوند از داماد و فرزندای خود صالح، عالم، قاری، محیب به دنیا بیاورد. پروردگار بزرگ همین تویهای و سنت دستور حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم برگزار می‌گردند. الحمدلله مثل محفل امشبای ما سبب زیاد شدن فرزندان حلالزاده و جامع اساس، سبب ریشه کن شدن فسق و فساد و حرام و زنا در جامعه قرار. پروردگار دیگر برادران را به همین خیر روزای سعادت تخلیق روزی توی فرزنده و نوه‌ها شامل است. واقعا محفل خیر که هست از هر سه صدا بلند می شود که امری به معروف و نهی از منکر شد. زیرا این امری به معروف و نهی از منکر از خصائص بزرگ و حمیده امت‌های محمد صلی الله علیه و سلم است. زیرا با شرافت امر به معروف و نهی از منکر خداوند بزرگ ما و شما را در قرآن ستایش کرده است. تو به حد میگه کنتم خیر امتی اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید در طول تاریخ بشریت. از شما بهتر امت خلق نکردم. برای حسن جمال مونه، برای زوری بازو مونه، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله الآیه. به خاطر آنکه خداوند میگه شما امری به معروف دارید، شما از منکرات همدیگر را باز می‌دارید، شما ایمان خالص به الله ذوالجلال دارید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. خداوند بزرگ در ضمن آیه متبرکه از سوره توبه تاکید می‌فرماید، میگه مردهای مؤمن و زنهای مؤمنه به همدیگر دوست و رفیق هستند، اولیای همدیگر هستند، پشتیبان همدیگر هستند، برادر خواهر همدیگر هستند و همچنین اخوت برادری یکی از رمزهای اخوت برادری امری به معروف میکنند، همدیگر از منکرات باز می‌دارند، نماز خدا را برپا می‌دارند، زکات مال کسایی که مالشون به زکات رسیده است می‌پردازند و اطاعت خدا و پیغمبر را انجام می‌دهند. اولئک سیرحمهم الله، اینا کسایی هستند که حتما و البته رحمت پروردگار شامل حالشون می‌شود، البته به جوار رحمت پروردگار واصل می‌گردند. واقعا پروردگار عزیز است، غالب است، قدرتمند است و با حکمت است که هر کاری را میکنه به حکمت ازلی خودش سنجیده میکنه. ببینید که خدای بزرگ مسلمانان را چی وصف ستایش کرده است. قبل از همه برادری، اخوت، به همدیگر قریب بودن، ولی همدیگر بودن را تاکید کرده است. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. همین آیت به حد در بین مسلمانان تحکیم داشت، ریشه دوامدگی بود که در عصرهای میانه کسی جمع نمیکرد یک آدم غیر دین مسلمان آزار می‌داد، خوب مرد باشه خوب زن. ولی دیده همین از گرجدنینای امریکا بسیاری مردم خوف دارند که جای یا بروند اگر چیست است یا چای نیامون
مقصد که با مقابلش یکون ظلم نشوه خوف دارم داره که دولتی با قوت دهی از گراجدارینای خودش پشتیبانی میکنه طلب میکنه تو همو چیزای بین الملل در مراجعت میکنه مجرم را طلب میکنه که بیاره در دست مبته که گراجدارینای ما را اینو آزار دادن همین تمام مسلمان ها تحتی همین آیه و دیگر آیت های قرآن با همدیگر برادر هستند مادام که اولیای همدیگر هستند باید از همدیگر دفاع کنند المسلم و اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه مسلمان برادری مسلمان است هیچ وقت در حق برادری خودش باید ظلم روا نبینه و هیچ وقت نگذاره که یک کسی دیگه برادرش آزار بده ولا یسلمه ای لا یترکه لمن آذاه من اعدائه همراه کسایی که آزارش میتن از دشمنان مسلمان تنها نگذاره علامه شهیر اسلام ابن اسیر در کتاب معروف تاریخ الکاملش آورده است میگه در زمانهای معتصم بالله این معتصم بالله فرزند هارون الرشید است برادر مأمون بعد وفات مأمون الرشید خلیفه شده بود در همون زمان خلافت یعنی المعتصم بالله عباسی در بیزانتیا در روم شرقی یک زن هاشمی را اسیر میگیرد مجبور همین خیلی مقصد همون نوکرای بگه قیصر روم همین خیلی میگیرد دستاش از علامه میبندن کشیده بوده استیانش همون زمان با تمام آواز در کوچه ناله میکنه و معتصما و معتصما ای معتصم تو در جایی و تو سرداری مسلمان هایی تو رهبری مایی تو در جایی که از ما پشتیبانی کنی خبر با معتصمی هم میرسد معتصم در شهر بغداد در بالای تختش نگیر که میرد یک شخصی صالح یک شخصی موثق خبر میرسد که همین خیلی از زنی هاشمی را وقتی که زهرانه زده و کشیده استودم در کوچه ندا کرد که با معتصما میگه اینجاش پریز کشتن این آدم خودم خوبم نبود خدا راست اما ناموس نام داشت نماجدی همون کاری همون برادرش مأمون الرشید انجام داد دوام داد مسلمان را خیلی رنج و آزار دادن همین اطراف خلق بدن خلق نعوذ بالله همین محنتی خلق قرآن داد اما اون مسلمان که باید ایمان داشت غیرت داشت همین وقتی که میگه فهمیدم میگه اینجاش پریز گفت لبیک یا اختی لبیک یا اختی خواهر جان لبیک بعد میگه خیس نعره زد النفیر نفیر که مقصد که آماده شوه همه مسلح شده خیس رفت همون شهر نموش والله علم اموریه در این مضافات آسیای صغیر مال تریتوریای ترکیه شده است تا نرفت همون شهر را ضبط نکرد همون زن آزاد نکرد از حبس آروم نشیشت خودش همون لشکر رهبری کرد وقتی مسلمان ها غیرت داشته باشند همدیگر را حقیقتا ولی همدیگر بدونن انشاءالله در خوش و دیگر خور نمیکنن اوزار در هیچ جا نمیبینن اما افسوس 100 سال افسوس که به غیرتی بچه از حد زیاد به غیرت در زمان حکومت پادشاهی سلطان سلیمان قانونی خلیفه عثمانی در شهر مارسل فرانسیا یک کشتی تاجرای مسلمان را غصب کرد همین نوکران و لشکری های کرد اینا پادشاه فرانسیا وقتی خبر به سلطان سلیمان رسید که تاجرای مسلمان را غارت کردن مالشون را غصب کردن در حال با کرد اینا مکتوب نوشت مکتوب در تاریخ آمدگی است از نام سلطان سلیمان غازی خادم حرمین شریفه این حضرت هر جایی که اگر مینویشت پیش از تمام عنواناش اول همین خادم حرمین شریفه را تأکید میکرد واقعا خادم حرمین شریفه را حضرت به همون حضرت تقلید کرده امروز این شاههای سعودی خودشون خادم حرمین شریفه میکنند اما او واقعا خادم حرمین بود از حاجی پول نمیگیرید برای در خاک سعودی در اومدن برای در مینا سکونت کردن برای در عرفات مزدلفه قرار گرفتن برعکس برای حاجی شرایط امکان مهیا کرده بود کاروانسراهای کلان کرده بود به جای خواب تأمینشون میکرد با خوراک تأمینشون میکرد
برای آبادانی حرمین از حساب بیت المال پادشاهی، از حساب خزینه بگیم از حساب بودجه دولت مخصوص فوند کرده بود، فوند حرمین. از نام خادم حرمین شریفین سلطان سلیمان غازی فاتحی بعد ایال نامبر کرده است از همین یونان شروع کردگی با جزیره هاش کیپر و اون طرف رفتگی سیچیلیا و سربیا و ونگریا و بلغاریا و این طرف اومدگی تو همین مالداویا را گرفتگی دست و رحمت تو همین مالداویا را گرفتگی دست ولخیه میگن یک ولایت مالداویا را در دست مسلمانان با شاه فرانسیا شارلکان این شارلکانش من کارلی کبیره مسلمانان شارلکانش میگم من این عنوانا را با او خودی ننوشتم که تعریف کنم خدمت با او خودی نوشتم که همین ملکا را به دست خود من فتح کردن اگر به شرط کشتی مسلمانان را بر نگردونی مولاشون در دستشو تسلیم نکنی قسم به الله میام شکارت میکنم رنگ خرگوش باری تا قصاص یمون مسلمانای تاجری مظلوم نگیرم بر نمیگم کار از اون سیاست ترسی اول دولت اروپایی که با سلطان سلیمان و با خلافت عثمانی و شرطنامه سال بسته است از فرانسه حتی سفارت ها تشکیل کردن برگردن کشتی را برگردن تمام مال و ثروت مسلمان را برگردن اگر همین مسلمان ها همین به همدیگر ولی باشند دوستی همدیگر باشند و همدیگر محبت داشته باشند قسم به الله هیچ زیاد در هیچ جا نمیرسه هیچ وقت پشه چه پر شد بیزند پیل را با همه سختی و سلامت کلوز مور چمان گر بکنند اتفاق شعر جیار را بدرونند خداوند گفته است که مؤمنا خواب زن باشد خواب مرد و همدیگر ولی هستند دوست هستند یأمرون بالمعروف از بس که ولی همدیگر هستند همدیگر امر و معروف و ینهون عن المنکر و از منکرات باز می‌دارند خدا را ما شکر میگیم که الحمدلله در ملک سرزمین ما امر و معروف و نهی از منکر هیچ وقت قطع نشده است همین که الحمدلله مسجدهای آبادان داریم خدا را شکر دیهات آباد داریم یمان مرده که موز به صحیح نمیمونه قسم به الله همش به شرافت همین امری با معروف و نهی از منکر است در اون زمانهای سخت شوروی را امری با معروف و نهی از منکر همیشه بود از بالای منبر هم که نباشد با میکروفون هم که نباشد در تمام مجلس و معرکه سؤال و جواب ها بود از حلال و حرام از شریعت مردم آگاه و خبر بودن و امروز ما فخر میکنیم که در جای برای میگن تاجیک سرشید مونده همش به شرافت اون دعوت ها امر به معروف و نهی از منکر وقتی که قطع شد غضب پروردگار را انتظار شد حضرت خداوندی در قرآن از این مشهد تاکید کرده است میگه واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب از غضب پروردگار بپرهیزید از غضب خداوند بترسید وقتی که غضب پروردگار آمد فقط گناهکارا را خاصتا فرا نمیگیرد بالای همه میآید سیل اومد خانه نمازها رو بنماز نمیشد زمین که جنبید خانه نمازها رو بنماز چکن بشود اشتمال سر میگیره که غضب پروردگار بسیار سخت است خداوند شدید العقاب است کتابای تفسیر اولی ببینیم مفسرهای که میگن حالتهایی میشود که با غضب پروردگار شهرها خراب میشود بعضی از بزرگان با ناز و با شطحیات و خدا مراجعت میکنن پروردگار رو آخی در بین اون مردم آدمای صالح هم بدن آدمای خوب نمازخوان هم بدن آدمای با تقوا هم بدن علت هلاک شدن اونا چی است؟ الله عزوجل نوشته است علتش این است که از امر و معروف و نهی از منکر دست کشیدن سببی با مجازات گرفتار شدن شو همیشه که دیگه امر معروف و نهی از منکر را ترک کرد وقتی در جامعه امر و معروف و نهی از منکر ترک شد آماده غضب پروردگار باشید که غضب خدا بالای مستوی میشه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی خلیفه مسلمان شد اما اول نصیحتی که با امتان محمد صلی الله علیه و سلم کرده است همچی خلیفه راشد همین بود که تاکید کرد گفت موروا بالمعروف
وانهوا عن المنكر قبل ان يسلط عليكم شراركم ويدعو عليهم خياركم فلا يستجاب لهم. امری به معروف کنه، از منکرات همدیگر را باز بداره پیش از او که خداوند بالای شما غضبش مستقیم بگردونه و ظالما را در بالای سرتون حاکم کنه، دشمنان را حاکم کنه. در اون صورت دیگه اون اولیاء الله تون آدمای متقیتون دعا میکنن اما دعاشو اجابت نمیشه پیش خداوند. پیش از او که بلو به سرتون میآید امری به معروف و نهی از منکر ترک نکنید. گر بدانی که نشنوند بگوی، آنچه دانی ز نیکخواهی و پند، زود باشد که خیره سر بینی و دو پای افتاده اندر بند، دست بر دست میزند که در این نشنیدم حدیثی دانشمند. حتی اگر گپ تا گوشم نکردن میگه هرچی میدانی از نیکخواهی و پند بگو، زیرا که امر پروردگار ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حضرت خداوندی امر کرده است حتما در بین شما ای امتای حبیب من محمد صلی الله علیه و سلم باید اشخاصی باشند که دعوت به سوی خیر کنند، امری به معروف و نهی از منکر باشند. مؤمنای حقیقی را ببینید خداوند ستایش کرده است، میگه و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینا کسایی هستند که امری به معروف و نهی از منکر را هرگز ترک نمیکنند. عجیب مردای خدا موفق چی شعرهای نرم زندگی میکردند. خطا و کمبودی همدیگر را که میدیدند در حال در روش اصلاح میکردند. حضرت عمر میگه از بالای منبر بود که صحابه های رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر آدم خچه دیده نمیتونه، اگر من بود در فعل من، در کردار من، در گفتار من یکان غلط سهو دیده اصلاح ممکنه. میگه حضرت محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه از جوش نیست خب یا امیرالمؤمنین اولی در جاده مستقیمی، در جاده صراط المستقیم راستی، اگر به شرط کجی تا ببینید با شمشیر کج راست بگیرید. امری به معروف و نهی از منکر شرط نیست که نمیگه در محفل کلام شما باید ملوک که امری به معروف کن. در زیمای پدر و واجبای در خانواده امری به معروف و نهی از منکر همیشه برگزار می‌شود. در زیمای شوهر و واجب است که زنا شده حتی امری به معروف و نهی از منکر کنند. در زیمای کلانای قوم لازم است که تمام مقصد خوردار را که تعلیم و تربیت بدهند. یعنی محفل نکاح دارده شعبچه ششتگی شعبچه خشم خیلی به تجربه اینجا زن یکم شد و همون سویده کنشم خانواده بکر عقل فراوسط نمیفهم. پدر عروس میدرویه ایام خونه در تبویش این خانواده قرار شدید و اون تبویش تو خواهد کردی تبویو شما رئیسی صبح میکنن که در تری مارکو و اگر وکیلی کتی باشه البته وکیل میشود ولی اوی مردکوی خود خطونا حرمت کنه خطونا مورا حرمت نکنه همی خطونا حرمت کنه ای خانواده بگین اما تبایی عروسم این همی پدر شد بگن دیماغ ایشه پجر سود تایی دیماغ پاشو خواب شده و کده نشد یورا همی مردک تعلیم دو این همی نهی از منکرد به همین یک حساب یعنی کم میشه تو که هستی فقط را احترام میکنه اولی ترام پولت اختار تشو بته ایدار بدرو که همون داماد پوچک تا با الله شیشتای در پیشت نیسته تلخط میکفا که من یاد اختاری نوزنی نبی برو میتونی خونه بود آخرا با خودتی احترام و جوش نمیکنه کنشان کوبر نمیکنه یه بچه هایی گفتم شما در زمانهای طلایی زندگی کرده استی اون دورهای ما بچه بده شهر ابو بانکی ایگو میزدن سر دهنشون همه جزیرات میکردن نامولای سرشو کمر میچوشیدن اما چند بیچوره رو بگذارم نمیگذارم که پویندو نمیکشیدن با تختای پشت بخالدی لطشون میکردن این در یک دوره تیلوی مخصوص خواستم شما زندگی داریم ای کجاشی نمی دوره تیلوی با این همی دعوت آدیم یعنی که سببگارش این همی امری به معروف و نهی از منکر است و یقیمون الصلاة مؤمنای حقیقی کسایی هستند که نماز خدا را برپا می‌دارند. نماز فرض خدا
намоз бузургтарин ибодати парвардигор аст. Аки воқеан дар ин маҳфили маҷлиси мо ҳоҷат ба зикри фазилатҳои намоз нест. ҳама алҳамдулиллоҳ аҳли намоз, ҳама аҳли суҷуд ҳастанд. ин хонадон ҳама алҳамдулиллоҳ аҳли суҷуд, аҳли тақво, аҳли масҷид ҳастанд. аммо дар маҷмӯъ мегӯем ки фарду рӯзи қиёмат аввал чизе ки аз бандаш парвардигор суол мекунад ҳамин намоз бачаҳо. инна аввала мо юҳосабу биҳи алабд явма алқиёмати мин амалиҳи салоҳ. фарду рӯзи қиёмат аввал чизе ки худованд аз банда муҳосаба мекунад ҳамин намоз аст. фаин салуҳат фақат афлаҳа ва анҷа. агар аз имтиҳони намоз гузашти наҷот ёфти, растагор шуд. аян болои пули сирот вақте мегзани имом ғазолӣ мегӯяд ки ҳамонҷо шлагбаумо ҳастанд. шлагбауми якумаш ҳамин намоз. пропуски намоза дошта бошӣ, шлагбаум мекушояд, иҷозат беҳтар мерад. лекин хамиш ай ҳамин намоза ки надошта бошӣ, ҳамонҷо дига саркаратҳо мерад. мегӯяд абранди ход нестай ай болои пули сирот. аз ҳамин масъалаи намоза бисёр эҳтиёт кунем бачаҳо. фарзандора таълим кунем. ман худоро шукр мегӯям алҳамдулиллоҳ ки ин деҳа аз ин деҳоте ҳастае ки масҷидҳои ободони зебо дорад. ҳамин то омадем бори аввал мо дар як бор қади эҷони қори баҳрдин омадам худам зарурӣ бори аввал ҳамин то омадам. ҳамин бега имрӯз шидас вақти намози шом ба фикр кунам ки ҷои дар намоз масҷид аст. мардам дар дастор таъбир намозхонӣ рафтистанд. фаҳмидам ки иншоаллоҳ гузошуда омадам. худоро шукр. падароро таълим додем бачаҳо. ҳамиш хеле ки падарои мо шумо моро таълим доданд, вазифаи ҷонии мо шумо айканам фарзандоро таълим додем. саҳар ки масҷид мерай ба чанта бедор кунед, бачаҷон бихел, ё қатим баред. ҳамин аз таълими падар ҳамон фарзанд камол меёбад. аз таълими падар ҳамон фарзанди худ солеҳ мешавад. ҳеҷ кас аз пеҳли худ чизе нашавад. ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашавад. куҷо як инсони хуби солеҳро бинед, ба худо қасам дашаша бикун падари хуби солеҳ дошт. дар хонаводаи мусулмон калон шуда ида. ай худи ҳамун падара дидаву ба падар тақлид карда одоб ахлоқ ёд гирифта. аз ислом огоҳӣ пайдо кардааст. раму худмонку намоз мехонем, саъй кунем ки дар хонадон ҳамеша намоз баргузор бошад, барқарор бошад. занора, духтарора амри ба намоз кунем. ин фармони парвардигор аст. таъкиди дар таъкид гуфтан дар масъалаи намоз масъалаи ҷиддие бародари азиз. рӯзи маҳшар ки ҷонгудоз буд, аввали пурсиш аз намоз буд. пас макн дар намозҳо тақсир, то дар он рӯз бошад тавфиқ. тарки намоз гуноҳи кабира. гуноҳи кабира яъне ки тякчайши преступление мешавад. агар худованд ба фазлш бубахшад мебахшад, лекин ба ақл гирифта вой ба ҳоле ки маълум нест ки чӣ миқдор то дар дузах месӯзад барои тарки як намоз. барои ҳар намозе мо шуморо худои бузург пурсон мешавад. аз ҳар намоз мепурсад. ва мусалмонои ҳақиқӣ касое ҳастанд ки закоташо намепардозанд. закоти молшо намепардозанд. худоро шукр бештари саволое ки мешавад дар масъалаи закот аст. ӯ як замоное буд ки ҳамин савол фақат ай нос буд, нос тората мешкана намешкана, дар болои наски маҳсикаши дурустай дуруст нестай, агар гӯжиди мустаҳаб мекунӣ ё намекунӣ. ҳоли алҳамдулиллоҳ аксари саволҳо дигар аз ҳамин боби закот шудааст. сабабиш чи аст? худоро шукр ки ҳамин синфи миёна, табақаи миёнаи мо туҷор алҳамдулиллоҳ ислом чидагиам. худо шоҳида як баракате ки дар ҳамин молки сарзамин мо аст ба сабаби ислоҳ шудани ҳамин табақа. вақте ки касое ки соҳиби нисоби закот ҳастанд, закот намепардозанд, мехоҳӣ намехоҳӣ ҷомаа обод мешавад, ислоҳ мешавад, маҳаббат ҳамдигарфаҳмӣ зиёд мешавад. охи худои бузург ҳикматҳоша бибинед, ҳикматҳое дорад ки ақли одам намегирад. ҳолатҳое мешавад ки хай ин зиндагӣ аст. мардам ҳама ба зиндагию ба кору боршу машғуланд. чӣ ҳол дорӣ ба ҳамин дунё саргардонам. рост мегӯям ҳамаон ба ҳамин дунёи хонасода саргардонем. баъзан мешавад ки ҳамн хеши таборора умуман намебинӣ, шохи дар чанд сол намебинӣ. як маъракаву ягон агар
نشسته شود توی تماشا نشود نمیبینی. خیلی میدونی که همون خیش کمبغل است. حکمت خدا را فرض خدا را ادا میکنی در همون سپیس که عقد نامه که همون را بنویست برای خبرش بدی هم سیله رحیم برقرار شود هم محبتش زیاد میشود ببین که او حقیقت چه میگیره اما با اطمینان دار میشود که قدر هم خیش نبار معظم خونی است. ای مردم این رابط ها باید باشد هم زبانی خیشی و پیوندی است مرد با نامحرمان چون بندی است و در سر دیگه وقتی که یا مشکلی و سختی اومد همه قوم رو دستگیرید میکنن اون خیش تبارات رو میکنن در پهلو درست نیستن و وقتی همه را بریدی میمونید یا محله یک جور خریدم دی در یک موضع یا حولی گروه گرفتی وقتی دو قصر چند همسایه ها اومدن خیش تبارای همون صاحب پیشیده همون خونه بگم اون خونه رو من نمیدونم نفری چهارم یا پنجم گرفتگیم میگم اساسش نه بعد همون میندواری کردن شما دیدم بلو فرام بیسمادم گفتن همین صاحب همین خونه خیشی ما بود با خدا قسمیتش گفت که همین نه روبیتا نه در معرکه همون میوید نه رفت اومد میکنه قطیبو حتی در جنازه ها دیگه شرکت نمیکنه و یه روز میگه چند نفر شده پیشش اومدیم که فلانی آبا شوخی ما خیشی تبارتیم ما با دیگر پیوندی نسبی داریم بعد میگه که نو میزان شگرفت ای خاطر رو رفت فلانی چمدان را بیاد و میگه زمش چمدان را گرفت آورد همیتا چمدان را کشای درونش همش دلار گوی نخیشته این نخیشته آنها بود تأثیر بدی گلوبالیزاسیون غربی بوده رسیده است حضرت پروردگار این پاد و این پول چیپ که دسته این دولت این دنیا هست همین لحظه دیگر نیسته آخر بانکرا چید حالش بعد چید خیلی دیگه چی وقت پیش کسی میرم میگن که ترا خیش تبارو دامو دلار ای همون کمک بپرسی یا قایمو چی میپرسی تو مرد باشی خدید مردانه رفتار میکنن تو یکون کسا دستگیری کردن که امید میکشی در هم طریق حالتی وزبین سخت یک کس در فهمید بسته و دستگیری میکنن خرما نتوان خورد از آن خار که کشته دیبا نتوان بافت از آن پشم که ریشته وقتی که خار خوریدی خرما خوردن نمیشه و ای خور هم خور میگیری تاریخ یاد نداره که از پشم گوسفند کسی متای دیبا را بافته باشه برای متای دیبا ابریشم در کاره در لوح معاصی خط عذر نکشیده پهلوی کبایر حسنات ننوشته گناه کردیم اقلا در مقابل همون گناه یک کاری خیری نکردیم که خدای تعالی با شرافت همون کاری خیر همون را محروم کنه پیری و جوانی چه شب و روز بر آمد ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم این همه امران که آبی رمون موری رفته است شب آمد و روز آمد های رمون بیدار شدگی نیستیم ما را عجب از پشت پناه بود آن روز که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم فقط چی تعجب بکنی و همین روز در همین دنیا کی را دستگیری کرده که تو امید میکنی که فردا روز قیامت خداوندی بزرگ پایغمبرش تو را دستگیری کنه گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت باشد که زی مشاطه نرنجیم که زیشتیم اگر فردا روز قیامت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که شفاعت نکرد گیره نکرد و تا ای خود کفشه همین زنگیر اگر پیش هزار کسمه تیپری کسمه طولو و خوب را سفید کرده نمیشه وقتی زیشت است ای خود تو گیله بند شد انا کم زکاتی مال دادی هم فرض خدا را ادا کردی هم خیش تبارت خرسان شد حق همسایگی خجوشی دیگه حق همسایگی الحمدلله خیلی دیوان تولی مثلا در اون بادن خدا رشد نگه اویسته در شهر همه چیزو عیبه رفت دسته بوار کنی همسایه اگر همسایه خوب و سوریه باشه یک نعمتی بیبهو رسول خونه خر شدیم سکسی امریکایی مکرد در روی سویتی بود بعد یک خونه را سروخ کردیم اما وقتا در همین گازیتون چی میدودن؟ امیبلینی میدودن
فقط این تلفن‌های مبنی خود بود که می‌رفتی در پیش بودکه تلفن دو تینه بسیار در کیسه به استودیو وچلت با زنگ بزنی یا جو زنگ زده نرخی خونه را قیمت‌تر بود یه باشه روسای بود чё так дорого у меня прекрасный соседи рус میگه سبحان حقیقتا اگر همسایه خوب باشه همسایه صالح باشه جان در میدهیه یا جرم رفت یک میدونه که خونه تلیده میکنه میدونه که اگر فایده و منفعت شده زیان و ضررش باطلا میرسه و هم زکات دادی همه حق همسایگی و محبت همسایگی زیاد میشه حتما زکات مولانا متعمل شد تأخیر نکنه یا از چوتو میگیریم که بعضش با همین خیلی نقشه میکشه که ایم دویره خویله بیر نبایده دوملو بچه دنی بطی درسته زکوتا می بچه درست نیست کیلون ده چی؟ دختر ده بطی درسته نه دختر ده درست نیست دمو ده بطی میشه خونوبا تو گایی هم دختر و دمو بچه هم کیلون دیگه ایش کنه بشنوشی اون بندوی خدا بسیار نه خشاب با قول جوان مرده که خدای تعالی نعمت داد دستشو در راه خدا صدقه و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله و اطاعت خدا و پیغمبر میکنه خیلی کسی که اطاعت خدا و پیغمبر نکنه از کجا فرد روز قیامت امید به رحمت خدا داره امید به شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم در محفل حضرت صلی الله علیه و سلم با امتها با اصحاب مراجعت کرد حدیث امام بخاری حضرت گفت کل امتی یدخلون الجنه همه امتی من داخل جنت میشن الله اکبر همه امتی من داخل جنت میشن الا من ابا مگر کسایی که خودشو نمیخواهند در جنت رو گفتم یا رسول الله و من یا ابا که به عقلی که جنت اومدن نخواهم ماشه یک فکر که من جا گفتم میگیری چه جنتی که ایقا نعمت داره نعمتش انتها نداره حیاتش مرگ نداره سلامتیش بیماری نداره جوانیش پیری نداره آخی خدای تعالی برای بنده ها در اونجا نعمت های باز کرده است که نه چشم دید است نه گوش شنیده نه حتی در فانتزی کسی همی گذشتگی او چی خیلی امکان داره که کس نخواهد داره یک جو حضرت فرمود من اطاعنی دخل الجنه کسی اطاعت ما را بکنه داخل جنت می شود جای دیگه گپ نیست و من عصانی فقط ابا اما کسی عصیان کرد سرکشی کرد فرمانبری نکرد بندگیش فراموش کرد او خودش ایبا کرده است این به سعادت الان دری رحمت دری جنت به دست خودش بروی خودش محکم کرده است و یطیعون الله و رسوله مسلمان حقیقی همیشه اطاعت میکنه خدا و پیغمبر خداوند امر کرده است که ولا تقربوا الزنا و زنا نزدیک نشوید از دواعی زنا احتیاط کنید ببینید زنا مایلش حتی نمید با زنی نامحرم گپ نزنید سخن زنی نامحرم اگر شهوت انگیز باشه گوش نکنید همراه زنی نامحرم سلام نکنید در خلوت همراهش نباشید همه این حسابی زنا دواعی زنا فالعینان زنا هو نظر حضرت میگه این دو چشم زیناش الان نظر کردن در عورات مردم در زمان بیگانه و اذنان زنا هم الاستماع این دو گوشی ترا زیناش الان سخنای شهوت انگیز ناز و کرشمه زنای بیگانه و دخترای بیگانه را گوش کردن و لسان و زنا و منطق زنای زبان الان سخنای شهوت انگیز به زنای بیگانه چخ کردن و ید و زنا غلبت دست از زیناش هم دستی زن بیگانه را خپیدن در موسم حج حاجی میگرده بجای خواهرم باشی دستم پی هیچ جواب خواهرت نمیشه بجای خواهرم باشی دستم پی اون محرم داره با خودش تو دست تو بیگانه چی تو دست درست میکنی و رجل و زنا هم خود ها انمی پا زیناش هم قدم زده و به همون جوهای نامقبول و نامشروع رفتن و القلب یهوى و یتمنى
این دل انسان آرزو میکنه، طمع میکنه، تمنا میکنه و میگه والفرج یصدق ذلک کلی او یکذبه. بعد این فرج یا ابرو تصدیق میکنه یا که ردش میکنه. ببین خدای تعالی امر کرد به زنا نزدیک نشوه، نگفت که زنا نکنه، به زنا نزدیک نشوه یعنی که با زن بیگانه گپ نزنه. با زن بیگانه مقصد که معاشرت نکنه، در خلوت همراهش نبسته. و کسی اطاعت پروردگار میکنه در حال باید جوان زن بده. و بلاغت که رسید به خاطر اون که همین دست به همین کارهای فحش و فاحشی نزنه حتما باید اطاعت کنه و فرزند زن بده. کسی که اطاعت پیغمبر خدا را میکنه حضرت امر کرده است، میگه یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای گروه جوانا، هر کسی از شما امکان و شرایط زن گرفتن داره حتما باید زن بگیره. اوی لام امر فلیتزوج، باید زن بگیره. فانه اغض للبصر، زیرا این زن گرفتن چشم از نگاه حرام باز میداره. و احسن للفرج، فرج انسان از زنا باز میداره. ولی بعضی ایدیتو هستن ایا زن بیشتر دارن، خیلی با غیرت هم وردت کن. بعضا بعد کجا رفتی؟ یا دوبای رفتم. کجا؟ با جوش شوخی میکنم پیش پرکری رفت. کم برم بگم اوده بگی زن داره، زنی صالحه داره، وقتی اون دیگه در حوا و حواس در سرش نمیگرده. شهوتی خیچه در پیش او زنی خانونیش، زنی حلاله خودش وقتی خانون کرد دیگه دو توزش کم میشه. بچه را وقتی زن دادی با یقین بفهم که ایشون هم بند در گردنش بستی و تیواده را زدی. داگر هم دیگه چرک زدن میگیره، دوری بد نمیره. همیشه سعی کنید خدا و پیغمبر اطاعت کنید. همین چیکاره که بهشان خوری و اینا غیرت کرده نمیگه که اولی بچه خودش قلیچه جمع کنه و خونه بخره و اول وقت رسید زنش بده. انشالله زن دیگه یک با مسئولیت که در کلاش غلطی جنبیدن میگیره ایلاج نداره. دویدن گوساله تا کهدانه زنش دادی انشالله بعد در آینده خدای تعالی با بختش بیتر، اقبالش بیتر، برکتش بیتر. انا این مسلمان های حقیقی همیشه در مد نظرشون باید همین باشه اطاعت خدا و پیغمبر. اولئک سیرحمهم الله، این طایفه مؤمنان البته زود است که رحمت پروردگار سرازیر حالشون شد. انشالله ایشان قریب معردین و برادراش و فرزنداش و خویش پیوندا و مهماناش اینا کسایی هستند که البته رحمت پروردگار اینا را در خود فرا میگیرند. البته از رحمت پروردگار ناامید نیستند. سعی کنیم که همیشه به خاطر الله کاری را کردیم انجام بدیم و هیچ وقت از رحمت پروردگار ناامید باید نباشیم. بیشک پروردگار بزرگ است، قدرتمند است، توانا است. به خاطر آنکه نسل انسان برهم نخوره ببینه که جفت خلق شو کرد. به خاطر آنکه مردکای تنبل گوساله سیوخر ولی شب تا سحر خواب نزنن شهوت شو داده است، غیرت شو داده است، میجنبانه شون. یعنی ببین به خاطر آنکه با پاکیزه و تازه باشن غسل در زیمه شو فرض گردیده است. بعد یعنی مقصد معاشرت همخوابگی به خاطر آنکه توقع فرزندی نیک داشته باشن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توصیه شده است که قبل از نزدیک شدن به زن تو دعا کنید خدایا از شیطان ما را دور بدار، این چیزی را که برای من رزق قبول کرده شیطان از او دور بدار. مسلمان حقیقی وقتی که کار انجام داد غسل کرد زنش هم میگه زنک جان بیا برکت نماز بخونیم، نماز شکر اخوی دا اون چه نماز تهجد هم بخونی دیگه بشود. از خدای بزرگ طلب فرزند کننده پروردگار بزرگ فرزندای خوب صالح بکنه. همین بزرگا خیال میکنه که پروستا تک ماده گیا اینا 1000 سال زیاد چی کویت اولین بسینو برویم، کویت آفیس شما، کویت سعدی برویم. آنمو زنکای صالحه مردای صالح سعی کردن حال کودک از پشت پدر در سلب مادر نرفته از لقمه حرام و شبهانه پرهیز کردن، از سخنهای لغو و بیهوده زبانشون باز داشتن، کودک از خودی تعلیم تربیه اسلامی دادن. آخه او شیخ رئیس سینا در 6 سالگیش قرآن حفظ کردن گیرد. این خیلی خدای طالب پدر و مادرش داده بود که این شیخ رئیس سینا شید.
قسم به الله اگر همین روز زمانتری جوانمردای باشند همین خودشون پاکیزه و تازه نگه بدارن لقمه شمهنوب نخورن در تعلیم و تربیت فرزند کوشش باشند خدای تعالی با آنکه بزرگوار به عرصه هستی پیدا میکنه نه که افسوس صد افسوسی بسیار آلوده بعد چی دیر در همین دنیای کسوفا مردی مسلمان حقیقی باید همیشه آرزوش همین باشه امیدش همین باشه او زن گرفتن فقط به خاطر شهوت راندن نیست او زن دوام دهنده نسلی مرده مادری فرزنداش تو به یقین بدون که اولاد و اجدادی تا پشتی همون میرون اما کانالی تا همون اگر خوب باشه رحمت میشنوی اگر بد باشه لعنت اگر خوب باشه زندگیات میمونی اگر بد باشه همین که مردی خست که جهان پاک بیاد گفت میشه نامت بیاد همین سعی کنه ببینید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عجب خدا یا نعمتی را برای ما داده است این پیغمبری بزرگ این نصیحتایی را به خدا قسم بخونی پیش ایسرت میکنه که تا این درجه را نسبت امت غمخوره حضرت میگه رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی و ایقظ زوجه و ایقظ امرأته رحمتی پروردگار بود بر زنی که بر مردی که شو میخیزه طهارت میکنه یا غسل میکنه میویا نماز بخوره نماز تهجد او باز زنش بیدار میکنه تلخه و میکنه از مدر خدا همین دو زنک بخیر بگه که این پیرخر اوست و بگه را کار کرده کتا گم کرد بعضش ایامو ملک الموت ایزرش بسیارتر میتر ایتری شیروی نربید زنش بیدار میکنه که بخیر زنک ترم نماز بخون خداوند برکت در خونه دار نمازی کنه و میگه فاین ابد نزح فی وجهها الماء اگر ما بوده یکی سرکشی کرد نخلیست یک کاسه آبی خرید کرد در سر روش میچوشه بگرد بیتریگی کرد و خدا قسم همین مردی حقیقی نتایی رو میده و در دوامش حضرت میگه و رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت و ایقظت زوجها رحمتی پروردگار ماد بر زنی که شب میخیزه عبادت میکنه نماز میخونه بام یه شوشه بیدار مردک بخیر اگه خیلی زمان سین سالش کلوم شد تو خیلی روزور میشوه نگه خشو با حالی هم کلین چکا و یوشوه که همی یوشی و همی جوانی همی کارا بخیر خودم بکنه مردک بخیر خیلی رحمتی پروردگار ختم محروم نکنه فاین ابا نزحت فی وجه الماء اگر به شرطی که ایبا کرد میروه یک کاسه آبی خیلی کنی رو در سر روش میچوشه اگر در جامعه اینم کلی مردا و اینم کلی جوانا ظهور کنن انشالله جامعه گل شکوفا میشه خداوندی بزرگ محفل مونا مبارک بگرد محمد شریف جان اوینه انتخاب کردگیش از جمعی بلا و بزنده حفظ کرد و جمعی مراد و مقصوداشون حاصل پروردگار رو بینشان الفت و مودت و محبتی با قیم اسلامی را برقرار ساز تا حق و حقوق همدیگر را رعایت کنند تا احترام پدر و مادر همدیگر را به جا بیارند تا اینکه از فرزندا بعد او حرمت احترام و خدمت را ببینند خداوند به خاطر احیای سنت ولای حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم در منزل ایشان کاری در منزل فرزنداش مهمانانش در این محله در این دیار فیض برکات و خیرات حسنات پروردگار عاقبت امورنا به خیر انجام خداوند همین غیرت اسلامی ما بیدار که در هر روزی باشه در مد نظر می باشه که ما الحمدلله مسلمان هستیم ما بهترین امت هستیم در طول تاریخ بشر ما اللهی بزرگ داریم ما پیشوای چند محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم خداوندا فردا روز قیامت از جمال بی مثالت از شفاعت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و نصیب پروردگار دیگر برادران را به همین روزهای سعادت خوشبختی توی ازدواج فرزندا و نبیرها و امیرهاشون برسد ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار